میدونستی شاملو چه دستاوردهایی تو جوامع بین‌المللی داشته؟ با من همراه باش که شگفتانه جذابی تو راهه. احمد شاملو در 21 آذر 1304 در خانواده ارتشی در رشت از خانواده حیدر شاملو کوکب عراقی به دنیا آمد. احمد فرزند دوم و تنها پسر خانواده 6 فرزندی بود. او مانند بسیاری از فرزندانی که در خانواده‌های با والدین نظامی بزرگ می‌شوند، تحصیلات اولیه خود را در شهرهای مختلف از جمله خاش و زاهدان در جنوب شرقی ایران و مشهد در شمال شرقی و رشت در شمال فرا گرفت. دوران کودکی و نوجوانی شاملو نه ویژه و منحصر به فرد بود و نه آسان. خانه برای او محیطی نبود که بتواند استعدادهایش را تقویت کند. او اغلب در تنهایی و سکوت پرورش یافت. نقل مکان با خانواده‌اش از شهری به شهری دیگر مانعی بر سر راه تحصیل شاملو بود. در سال 1320 که تحصیلات متوسطی او هنوز ناقص بود، بیرجند را به مقصد تهران ترک کرد. او قصد داشت در آموزشکده فنی تهران که توسط آلمان‌ها تأسیس شده بود، یکی از بهترین مدارس راهنمایی آن دوره تحصیل کند و زبان آلمانی را بیاموزد. میخوای بدونی چرا اکثر آثار شاملو رو سوزوندن؟ دنبالم بیا، لایکم بکوب. وی به شرط تنزل رتبه 2 ساله در این مدرسه پذیرفته شد، اما طولی نکشید که در سال 1321 او و سایر اعضای خانواده بار دیگر تهران را ترک کردند و به گرگان رفتند. در گرگان شاملو به اجبار تحصیل را در مقطع سوم دبیرستان ادامه داد. طولی نکشید که جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید و نیروهای متفقین توانستند به ایران راه پیدا کنند. در همین زمان یک موج سیاسی علیه گروه متفقین در ایران شکل گرفت که احمد شاملو جزوی از موج به راه افتاده بود. پس از آرام شدن اوضاع، احمد شاملو را در تهران دستگیر و به بازداشتگاه سیاسی شهربانی منتقل کردند. شاملو برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان شوروی در رشت فرستاده شد. پس از اتمام دوران محکومیت و آزادی در سال 1324 به همراه خانواده به شهرستان مهریز واقع در ارومیه نقل مکان کرد. در مهریز برای اتمام دوران دبیرستان و تحصیل در کلاس 4 دبیرستان اقدام کرد، اما با به قدرت رسیدن فرقه دموکرات آذربایجان وی و پدرش را دستگیر کردند. شاملو و پدرش تقریباً 2 ساعت منتظر بودند تا مقامات بالاتر تصمیم خود را راجع به سرنوشت آنها بیان کنند. در طی این 2 ساعت نیز آن دو در برابر اسلحه‌های نیروی نظامی تسلیم شده بودند، اما سرانجام آنها آزاد شدند. شاملو به طور کامل تحصیل کرد و در یک کتاب فروشی مشغول به کار شد. احمد شاملو در 29 سالگی و در قضیه سقوط نخست وزیری وقت محمد مصدق عضویت در حزب کمونیسم توده ایران دستگیر شد و بیش از 1 سال در زندان بود. بخش عمده‌ای از آثار او نیز سوزانده شدند. نخستین اثر شاملو ترانه‌های فراموش شده، مجموعه‌ای از شعر کلاسیک و مدرن بود که با مقدمه‌ای از ابراهیم قانیان در سال 1346 منتشر شد. در سال 1327 در ماهنامه ادبی به نام سخن نو شروع به نوشتن کرد. 2 سال بعد اولین داستان کوتاه او با نام زن پشت در برنجی منتشر شد. دومین مجموعه اشعار او با نام فست در سال 1330 منتشر شد. شاملو تمایلات خود به ایدئولوژی سوسیالیستی نشان داد. او در سفارت مجارستان به عنوان مشاور فرهنگی آنها مشغول به کار شد. دلیل شهرت شاملو رو بدونی؟ دنبالم بیا، لایکم یادت نره. سومین مجموعه شعر او فلزات و حس در سال 1331 توسط پلیس ممنوع و به کلی نابود شد. ترجمه‌های او از طلا در خاک اثر زیگموند موتریس، رمان به پسران مرد بی‌قلب نوشته مورجوکای همراه با تمام داده‌های جمع‌آوری شده برای کار او در مورد فرهنگ محاوره‌ای زندگی شهری ایران که به عنوان کتاب کوچه شناخته می‌شود نیز مصادره و منهدم شدند. در سال 1333 او به مدت 14 ماه زندانی شد. در سال 1334 3 رمان از نویسندگان اروپایی را ترجمه و منتشر کرد. او در سال 1356 سردبیر مجله ادبی بامشاد شد. شاملو از جلد بعدی شعرش هوای تازه در سال 1336 منتشر شد به شهرت رسید. در شعر معاصر عده کمی مانند شاملو به این ریتم دست یافته بودند. هوای تازه بزرگترین اتفاق شعر ما بعد از حافظ بود. ترجمه او از رمان پا برهنه اثر زاهاریا استانکو در سال 1337 منتشر شد. دلیل توقیف مجله ادبی شاملو چی بوده؟ دنبالم بیا تا بهت بگم. لایکم بگو. این اتفاق اقتدار شاملو را به عنوان مترجم تثبیت کرد. در سال 1338 انتشار داستان‌های کوتاه برای کودکان و همچنین کارگردانی فیلم‌های مستند کار در استودیوهای فیلمسازی را آغاز کرد. او سبکی ساده و آزاد را ایجاد کرد که در ایران شعر فارسی سپید معروف است، که نوعی بیت آزاد است که از ریتم و قافیه‌های کاملا متعادل شعر کلاسیک فارسی فاصله می‌گیرد. مضامین شعرا
و مسائل سیاسی، عمدتاً آزادی تا وضعیت انسانی را در بر می‌گیرد. در سال 1339 مجموعه جدیدی از شعرهای او به نام باغ آینه منتشر شد. در سال 1340 سردبیری مجله کتاب هفته شد، مجله‌ای که سنت و زبان روزنامه‌نگاری ادبی در ایران را تغییر داد. در سال 1341 ترجمه‌های او از آندره ژید و رابرت مرل منتشر شد. او 2 مجموعه شعر در این سال منتشر کرد: آیدا در آینه و هزه و ابدیت. مجموعه شعر جدیدی در سال 1343 به نام آیدا، درختان خاطرات و خنجر توسط شاملو منتشر شد. همچنین در همین سال آثار زیادی را به زبان فارسی ترجمه کرد. او 3مین تلاش خود را برای تدوین کتاب کوچه آغاز کرد. در سال 1345 مجموعه شعر جدید دیگری به نام ققنوس در باران توسط شاملو منتشر شد که این اتفاق باعث گردید تا مجله ادبی او توسط وزارت اطلاعات ساواک توقیف شود. در سال 1346 سردبیر روزنامه خوشه شد. ترجمه جدید وی در همین سال اسکین کالدول روانه بازار گردید. در تشکیل اتحادیه نویسندگان ایران شرکت کرد و چندین شعرخوانی در دانشگاه ایران داشت. در سال 1347 مطالعه خود را درباره حافظ، شاعر بزرگ کلاسیک زبان فارسی آغاز کرد. همین زمان ترجمه اشعار کارسیا لورکا و آواز سلیمان از عهد از او منتشر شد. وی 1 هفته شعرخوانی برای شاعران مطرح و جدید ایران برگزار کرد که با استقبال بسیار خوبی روبرو شد. اشعاری که این مراسم آغاز شد در کتابی حجیم با ویرایش شاملو آمده است. در سال 1348 هفته‌نامه او توسط پلیس بسته شد. میدونستی علت اینکه شاملو ایران رو ترک کرده چی بود؟ همراه هم باش، لایک هم بکن. در همین حال از هوا و آینه ها گزیده‌ای از شعرهای قدیمی‌تر او همراه با مجموعه اشعار جدیدش به نام قصیده برای زمین منتشر شد. احمد شاملو در دوران حیات خود چنان درخشید که تعداد آثار او از دست بازگو کنندگان در می‌رود. در سال 1349 اثر شکوفه در مه منتشر شد. او همچنین چند فیلم مستند برای تلویزیون ایران کارگردانی کرد. در همین سال چندین داستان کوتاه نیز برای کودکان نگاشت. سال 1350 او برخی از ترجمه‌های قبلی خود را دوباره انجام داد. در سال 1351 در دانشگاه تهران به تدریس ادبیات فارسی پرداخت. چند کاست صوتی از شاملو در حال بازخوانی آثار دیگر شاعران کلاسیک و مدرن منتشر شد. او به عضویت فرهنگستان زبان ایران درآمد. در اواسط سال 1351 او برای مداوا به پاریس سفر کرد. در سال 1352 2 مجموعه جدید با نام‌های ابراهیم در آتش و درها و دیوارهای بزرگ چین به همراه چند ترجمه جدید توسط احمد شاملو منتشر شد. ابراهیم در آتش یکی از خوش‌ساخت‌ترین و معروف‌ترین اشعار معاصر احمد شاملو است. به نظرت بیماری شاملو رو از پا درآورد؟ بی‌مهریایی که تو این سال‌ها بهش شده، نظرتو تو کامنت‌ها بهم بگو. در سال 1154 آثار مطالعات حافظ را منتشر کرد. سال 1355 نیز به آمریکا سفر کرد. در بسیاری از شهرها به شعرخوانی پرداخت. او قبل از بازگشت به ایران در جشنواره شعر سان فرانسیسکو شرکت کرد. در سال 1356 شعر جدیدش با نام خنجر روی بشقاب منتشر شد. او در اعتراض به رژیم شاه ایران را ترک کرد و 1 سال در آمریکا ماند و در دانشگاه‌های آمریکا نیز سخنرانی کرد. احمد شاملو در سال 1357 آمریکا را به مقصد بریتانیا ترک کرد تا به عنوان سردبیر نشریه جدیدی به نام ایران شهر فعالیت کند. پس از 12 هفته استعفا داد و درست پس از انقلاب به ایران برگشت. او به اتحادیه نویسندگان ایران پیوست و شروع به انتشار نشریه جدیدی با نام جمعه کرد که به موفقیت چشمگیری دست یافت. 1357 سال پرتحرکی در زندگی او بود و اشعار و ترجمه‌های زیادی منتشر کرد. همچنین سخنرانی‌ها و قرائت‌های متعددی را ارائه داد. در سال 1367 او از سوی کنگره جهانی ادبی برلین دعوت شد. او به اروپا سفر کرد و سخنرانی‌ها و خوانش‌های زیادی انجام داد. مجموعه کامل اشعار او در آلمان چاپ شد. 3 سال در آلمان ماند و به ایران بازگشت. در سال 1370 به ایالات متحده سفر کرد. حقوق بشر و صندوق آزادی بیان جایزه سالانه خود را به او اهدا کردند. سال 1371 دوباره به اروپا سفر کرد و پس از 4 فشرده به ایران بازگشت. در همان سال او برنده جایزه آزادی بیان شد که توسط دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک اعطا می‌شد. میدونم از این ویدیو خیلی خوشت اومده. ویدیو بعدی از اینم جذاب‌تره. زنگوله رو روشن کن تا از اتفاقات جذاب بعدی جا نمونی.